این مثلا مربوط به زکات است. فتاوی هندیه میگه و تعتبر نیت الموکل في الزکاة دون الوکیل فلو دفع الزكاة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء فدفع ولم ينوي عند الدفع جاز. میگه که اگر یک شخصی برای ادا کردن زکات وکیل میگیره، فکر بکنید خود این زکات دهنده که به نام موکل است، این در جای زندگی میکنه که فقیر نیست و کسایی که واجد شرایط گرفتن زکات است در اونجا وجود نداره، مثلا در خارج هستن و این میخواد که در کشورهایی که نسبتا فقیر دارند و فقر زده است در اونجا یک وکیل را بگیره برای از اینکه زکات ادا بکنه. اینجا وقتی که وکیل میگیره و پول را به وکیل تسلیم میکنه نیت بکنه، نیت زکات، یا هم وقتی که حواله میکنه در اینجا نیت زکات داشته باشه، همین کفایت میکنه. حالا که وکیل زکات را پرداخت میکنه به فقرا، اینجا نیت ضرور نیست. اگر نیت میکنه هم زکات پرداخت شده و اگر نیت نکنه و پول را تسلیم بکنه به فقرا باز هم زکات ادا شده، کدام مشکلی در این عرصه وجود نداره.